خیلی زیاد مؤثر است و در آینده نزدیک ما به خودکفایی برسیم. این تیاره مکمل از بین رفته بود، سیستم برقش هم مکمل قطع کرده بود تا این تیاره فعال شد و امروز این تیاره را ما بردیم پرواز کردیم، چک کردیم مکمل به تمام ما. و کادرهای مسلکی در عموم تمام پرسنل قوای هوایی دوبال طیاره نو NC-02 و اولین پرواز خود را موفقانه انجام داده است. اونو ما اجرا کردیم در طول 8 ماه ما به تعداد 3 بال طیارات NC-02 را فعال ساختیم. طیاره های قوای هوایی این بار با تلاش شبانه روزی انجینران و تکنیککاران و قماندانی عمومی قوای هوایی وزارت دفاع ملی دو بال طیاره ترانسپورتی نظامی نو NC-02 و یک بال طیاره ترانسپورتی نظامی N-26 ترمیم گردیده و آماده فعالیت می باشد. موږ وکولای سو چې خپل هغه پیلوټان چې مو په داخل او خارج کې دي هغه سره راجم کو دلته دوی ته هغه امکانات چې د دې لازمي او ضروري دي هغه شرایط د پرواز چې دوی ته لازمي او ضروري دي شرایط د دروس یې موږ ټول ورته آماده کړي دي. زموږ قوای هوایي چې د درو بخش څخه تشکیل ده چې هغه یو بخش حمایوي ده، یو بخش انجینري ده، یو بخش پروازي ده. د پروازي بخش چې دی ډېر اساسي او مهم بخش دی چې ټول وظایف ترانسپورتي او معربوي همدغه پروازي بخش اجرا کوي چې ان شاء الله موږ ډېر ابدره ما توانستیم که به صورت درست فعال بسازیم. انشالله در آینده نزدیک از او استفاده میشه در کارات وظیفوی. تمام امکاناتی که ما از دسترسی خود ماست، امکانات خود ماست، ما از خود استفاده میکنیم، چیزهایی که داریم از ما استفاده میکنیم و طیاره را فعال سازیم. با فضل احسان خدا تمام انجینرهای مجرب از خود داریم، ما با هیچ کس ضرورت نداریم و همه قدر طیاراتی که در تمام قوای هوایی افغانستان، نه تنها کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، همه جایی را که شما مشاهده میکنین این خود انجینرهای افغانی ما ترمیم کردن، احیای مجدد کردن و شامل وظایف نام محمد نعیم است، نعیم دگرمان و پیلوت طیاره هلیکوپتر است. این طیاره مکمل از بین رفته بود، سیستم برقش هم مکمل قطع کرده بود، سیستم لندوانیش، کلیبورایش و بسیار تخریب کرده بودن. مدت 8 ماه انجینرهای ما متواتر زحمت کشیدن، کار کردن تا این طیاره فعال شد و امروز این طیاره را ما بردیم پرواز کردیم، چک کردیم مکمل به تمام ما. طیاره فضل خدا و مهربانی خداوند و کوشش انجینرهای ما طیاره فعال شده مکمل قابل پرواز است. ترینینگ های اینا تقریبا به ما همه چیز فهمنده و خیلی زیاد مؤثر است و در آینده نزدیک ما به خودکفایی برسیم. ساخت روس است، روسی است که در مدت 8 سال میشه که ایستاد بود، ختم ریسورس بوده. وقتی که تاولات آمد در غرب میدان ایستاد بودن، بعد از او یارو ما از اونجا انتقال دادیم در اینجا. انتقال دادیم چیزی که معایناتی که بود، معاینات سالانه و معایناتی که لازم بود سرش
اونها ما اجرا کردیم در طول 8 ماه. ما با تعداد 3 بال طیارات یعنی 32 را فعال ساختیم و با تعداد 8 بال طیارات 3208 که تخریب شده بود در تحولات اونها را ما فعال ساختیم.